توی این ویدیو میخوام در رابطه با نوع تامین ارزتون و زمانی که میخواین ثبت سفارش کنین تو سامانه جامعه تجارت یه سری توضیحات بدم. سلام به همه همراهای عزیزم تو پیج هلدینگ جیزان. من مدیر ارشد واحد انفرماتیک هلدینگ جیزان هستم. توی این ویدیو میخوام در رابطه با نوع تامین ارزتون و زمانی که میخواین ثبت سفارش کنین تو سامانه جامعه تجارت یه سری توضیحات بدم. همونطوری که میدونین کسایی که بخوان ثبت سفارش کنن داخل سامانه جامعه تجارت، زمانی که میخوان نوع عملیات ارزی خودشون رو مشخص کنن به 7 مورد مهم برمیخورن که خب با توجه به نوع تامین ارزی که انجام میشه بسیار مهمه که بدونین چه جایی از کدوم نوع عملیات ارزی استفاده کنید. من بخوام به ترتیب براتون نام ببرم، خب مورد اولش میشه خرید ارز از سیستم بانکی. مورد بعدی میشه واردات در مقابل صادرات دیگران، واردات در مقابل صادرات خود. مورد چهارم تهاتر. مورد پنجم از محل ارز خود. مورد ششم از محل ارز دیگران و مورد آخر از محل صادرات هستش. حالا زمانی که شما بخواید ثبت سفارش کنین، اگر نیاز به کمک دارین یا میخواین هر کدوم از این موارد رو حالا یه توضیح مختصری براتون داشته باشین یا بدونین اصلا چی هست و چه زمانی باید از این گزینه‌ها استفاده کنین، میتونید توی کامنت ها حالا هر بخشی رو که نیاز داشتین بزنید یا توی دایرکت ازمون سوال کنید، به طور کامل براتون شرح میدیم هر یک از این موارد کجا مورد استفاده شما واقع میشه. ممنونم از همراهیتون از پیج هلدینگ جیزان و امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشین.